درود بر شما بینندگان عزیز شبکه جهان ما. برنامه حکمت شفا است که مستقیما منظور شما می‌گردد. موضوعی که امروز در برنامه مورد بررسی قرار می‌گیرد بیماری سیل می‌باشد. باید گفت که مسئله طبابت بیماری سیل پیشگیری آن امروز یکی از موضوعهای اکتوالی در جهان معاصر به حساب می‌رود و به خاطر برطرف کردن این مشکل امروز از جانب حکومت تاجیکستان تمام شرایط امکانیت‌ها برای طبابت بیماران مهیا می‌باشد. برای بررسی موضوع امروز یک گروه متخصصان اشتراک دارند و امروز آنها را ما برای شما شناس میکنیم. فیروزه سعیدова طبیب سیلشناسی مرکزی شهری حمایت اهالی از بیماری سیل، احسان ترسونов متخصص عاید به رابطه با جامعه همکاری بازداشت سیل در تاجیکستان و همزمان دلیر میرخانов شخصی از بیماری سیل شفا یافته. خوش آمدید به برنامه. قبلا من میخواهم که اون سوال هایی که امروز به دست ما اومدن و ما یک اعلان کوتاه داده بودیم در مورد بررسی بیماری سیل اونها را بررسی کنیم و اگر در این میان باز علاوه ها باشد میتونید که فکرهای خود را بیان داشته باشید. باید بگویم که این برنامه مستقیما پخش شده است و شما امکان دارید توسط رقم 989 15 60 00 با ما در تماس باشید و همزمان به همین رقم میتونید که سوال های خود را طریق وایبر نیز به ما ارسال نمایید. سوال اولینه که از شهروند به ما پیشنهاد شده است، چون رقم آخری تلفنشون 8384 چنین است: نشانه های بیماری سیل در کلانسالان و در کودکان یک خیلن یا که فرق میکنند؟ اگر نشانه های بیماری در شخص دیده شود به کدام بیمارخانه مراجعت کردن ممکن؟ مرحمت. نشانه های اساسی بیماری سیل که در کلانسالان و میخورند این سلفه زیاده از 2 هفته یعنی سلفه طولانی، عرق کنی شبانه، تب بیگاهی روزی، کمشوی وزن، کمشوی اشتها و بیمه‌داری می باشد. متاسفانه نه همه این شکایت ها در کودکان وام خورد، یعنی فرق دارد. نشانه های بیماری سیل در کودکان فرق دارد، یعنی سلفه زیاد ندارند و باید قید کرد که در کودکان سیل شش قریب که پیدا نمی شود. بیشتر در آنها نمودهای غیر شوشه سیل وام خورد که نشانه هاش به نشانه های کلانسالان مانند نیست. البته هست همون سلفه کم بیش پیدا می شود، بلندشوی حرارت پیدا می شود، ولی چون آنها کودک هستند، سر حرکت هستند، عرق کنی پیدا می شود، ولی ما آن را فرق کرده نمیتونیم که این از بیماری سیل باشد یا که از سر حرکتی کودک باشد و امروز متاسفانه کم مشکلی پیش می آورد این برای تشخیص بیماری سیل در بین کودکان. خب دومی سوال این بود که نفری که اگر همین نشانه ها رو در او دیده شود با کجا مراجعت کردنش ممکن؟ با کدام بیمارخانه؟ البته اگر شخص در خود شرط نیست که همه این نشانه ها، کفایه است که همین سلفه طولانی و یکی از نشانه های دیگر مثلا تب بیگاهی روزی یا عرق کنی شبانه یکی از نشانه های دیگر را در خود پیخست کند، باید حتما به نقطه طبی نزدیکترین یعنی به مؤسسه طبی جای استقامت مراجعت کند و از تشخیص های لازمی گذرد. و باید قید کرد که خوشبختانه امروز در جمهوری ما همه امکانیت های تشخیص و طبابت بیماری سیل موجود است و برای بیماران رایگان پیشنهاد کرده می شوند. خب تشکر. سوال نوبتی از جانب نفر دیگر است، چون رقم آخری تلفنشون 2211. خب بیماری سیل شخصی که به این بیماری گرفتار شده است یا نه چی معین میکند؟ اینجا گپ درباره تشخیص میرود، یعنی با کدام اصول این بیماری در شخص معین کرده می شود؟ بیماری سیل شخصی که در خود نشانه های بیماری سیل را پیخست میکند و چقدر که گفتیم به نقطه طبی نزدیکترین مراجعت میکند و بیماری سیل از گذراندن تشخیص بلغم و عکس رنتگنی قفس سینه معین کرده می شود. من در نظر دارم سیل شش. بله. چون که بیماری سیل نه تنها در شش بلکه در تمام عضوهای انسان وامی خورد و وابسته به همون عضو آسیب دیده تشخیص ها معین کرده می شوند و اساسا گفتیم برای سیل شش تشخیص بلغم و عکس های رنتگنی و باید قید کرد که نه همه بیماران نشانه های سلفه را دارند، یعنی شخصانی که نه سرایت یافتند در آنها نشانه ها پیدا نمی شود ولی آنها سرایت یافته هستند. سرایت یافتگی را ما می توانیم با اصول سنجش توبرکولینی یعنی پروبه منتو معین سازیم. تشکر.
خب احسان ترسونوف، یکی از مسائل مهمی که در روند تبابت بیماری سیل به میان میآید این دستگیری نمودن بیماران از نگاه روانی میباشد، چون تجربه جهانی نیز نشان میدهد و کارشناسان و طبیبان سیلشناس میگویند که بیشتر روانشناسان باید با بیماران یکجا کار کنند تا اینکه تبابت ثمر بخش شود. از نگاه شما این کمک روانی به بیماران باید چگونه باشد؟ پیش از همه باید خود شخصی بیمار یعنی اراده مستحکم داشته باشد، امید داشته باشد، باوری کامل داشته باشد برای شفایابی. باید بگوییم که طور معلمه گفتن این بیماری کلا تبابت شونده است و تبابتش در کشور ما رایگان است و به همین خاطر باید پیش از همه خود شخصی بیمار باور داشته باشد، اراده‌اش را مستحکم کند، تمام قاعده های تبابت را پر به تنفس رعایت نماید تا که شفای کامل به دست آورد و پیش از همه باید نزدیکان خود شخص بیمار، پیوندان شخص بیمار، اهل خانواده باید او را دستگیری کنند. یکمین دستگیری روانی از جانب اهل عائله می شود و دیگر اهل محله، همکاران، مثلا شریک درسان، بله، اهل محله باید دستگیری کنند و هیچ وقت درباره او عقیده های غلط پیدا نکنند، درباره داغگذاری نکنند، مثلا غیبت نکنند، برعکس او را روح بلند کنند به شفایابی، به استعمال پوره داروهایی ها، برای غذای بیشتر یعنی که خوراک های سرغذا تامین نمودن کمک کنند، دست یاری دراز کنند که شخص خود را آزاد حس کند، خود را تنها حس نکند، خود را در بین جامعه، در بین یک محیط سازگار حس کند و هر چیز زودتر به شفا دست یابد. تشکر. بیننده‌های عزیز، یادرس می‌شویم که برنامه حکمت شفا است مستقیما پیشنهاد شما شده ایستاده است و اگر شما سوالی دارید وابسته به بیماری سیل میتوانید که توسط تلفن 989 15 6000 با ما ارسال نمایید و همزمان این رقم نیز در وایبر فعال است، میتوانید سوال و درخواست و پیشنهاد خود را توسط این رقم با ما ارسال نمایید. تبابت شما چقدر وقت را در بر گرفته بود اون زمانی که شما به این بیماری گرفتار شده بودید؟ پیش از همه باید بگم که 10 سال قبل از این من به این بیماری گرفتار شدم و اون زمان گویم که معلومات نداشتم درباره این بیماری، مثل دیگر نفرانی که امروز معلومات ندارم و با مشکلی های زیاد دچار میشم، من نیز همین گونه بودم و خوشبختانه که من با یک نفر طبیب خیلی هم گویم که مهربان روبرو شدم. این کس دولت بیک و مهری بودن و با توصیه های آن کس مدتی تقریبا 4-5 ماه یعنی که تبابت ما طول کشید و در این مدت کلان از میکروب چوبچه سیلی آزاد شدم و دوامش رو یعنی در خانه یعنی مستقلانه ما گوییم که همون داروها و یعنی که تبابت های ضد سیلی رو ما سر وقت استفاده بردیم و خوشبختانه که زیاده از 10 سال می شود که ساق و سالم در بین جامعه کار و فعالیت کردیم و موفق شدیم در کسب و کار خود و خوشبختانه که امروز من آزاد گفته می توانم که یعنی نفرانی که به این بیماری گرفتار هستند در اونا شاید یک امید پیدا شود. این بیماری تبابت شونده است و از خودی آدم وابسته است، یعنی از جهت روانی آدم باید که خیلی قوی اراده باشد، باید با کار بم باشد. در حالتی که مثلا در بیمار خانه بستری هستی باید نمیدونم شاید با کتاب خواندن یا شاید با گوش کردن رادیو یعنی تماشا کردن تلویزیون عموما باید با کار بم باشی، یعنی از جهت روانی یک کمک میشد به خود یعنی بیمار. خب زمانی که مثلا شما بیمار شدید مناسبت اطرافیان تغییر یافت یا نه؟ خب میدونید چی است، من راست دیگه خودم احتیاط کردم که از دیگران دورتر باشم. به خاطر چی؟ به خاطری که با کسی شاید نفورد، شاید نمیدونم باشد، اما اطرافیان بسیار به من کمک کردن در همین حالت، خصوصا مثلا عمکم، خصوصا اهل خانواده خویش و تبار پیوسته یعنی به دیداربینی من می آمدند و کمک های خود رو دریغ نمی داشتند و انا همین است راه تبابت.
ана ҳамин аст ки инсон рӯҳбаланд мешавад ва метавонад ки аз мегӯем ки вартаи ин беморӣ халосӣ ёбад. ташаккур. тиб низ ҳамин гуфтаи шуморо тасдиқ мекунад. ба хотири шифо ёфтани беморон бояд ки ҳама якҷо бошанд, яъне ки аҳли оилаи бемор бояд ки бо табибон ҳамкории зич дошта бошанд ва беморро кӯмак расонанд. саволи дигар аз нафаре ки чорақами охири телефонашон 1755 аст чунин аст: бародари ман ба бемории сил гирифтор шуд. қариб 4 моҳ мешавад ки табобат мегирад. ҳоло ҳолаташ беҳтар аст, сулфааш кам шудааст. мегӯяд ки хӯрдани доруҳо барояш мушкил аст. чӣ бояд кард дар ин маврид? бемории сил табобатшаванда аст, вале вай шартҳои худро дорад. бояд бемор муҳлати табобатро пурра риоя кунад ва камтарин муҳлати табобати бемории сил на кам аз 6 моҳ аст. ба ин бародар гуфтанӣ ҳастам ки мушкилам бошад, иродаи қавӣ дошта бошад ва табобатро то ба анҷом расонад, то ки шифои комил ёбад. ва дастгирӣ мебояд, дастгирии атрофиён ва дастгирии ёру рафиқон мебояд то табобаташро то охир ба анҷом расонад. бале, яъне як аз сабаби он ки камакак вақт тӯл мекашад, муддати 6-8 моҳ агар сили шуш бошад, дар ин муддат як нав дилмондагӣ бемор шояд ба вуҷуд меояд ва ӯ бояд ки ин табобатро пурра ногуфта намонад. фақат табобати бемории сил ин ягона роҳаш, яъне доруҳои зидди силӣ ҳастанд. дигар ягон роҳи дигар надорад. саволи дигар, чорақами охири телефонашон 7060 аст. савол чунин аст: шахсе ки ба бемории сил гирифтор бошад, дар муддати чанд вақт барои аҳлу оилааш бехатар мешавад? саволи дуюм ин аст ки наздикони бемор дар вақти табобат бояд кадом корҳоро анҷом диҳанд? аввал бояд қайд кунам ки танҳо он шахсе ки микроб хориҷ кунанда аст, яъне бемориаш то он дараҷа расидааст ки аллакай дар шуш суроғи пайдо шудааст ва микроб хориҷ кунанда аст, барои атрофиён хатар дорад. дигар намудҳои сил, чӣ шушӣ бошад, чӣ ғайри шушӣ, барои атрофиён хатар надоранд. яъне ҳастанд шаклҳои сили шушӣ ки сари вақт муроҷиат кардан, сари вақт дарёфт карда шуданд ва онҳо ҳоло микроб хориҷ намекунанд ва барои атрофиён хатар надоранд. ва хушбахтона имрӯз мо доруҳое ки дар ҷумҳурии мо дастрас аст хеле самаранок мебошанд ва кифоя аст ки бемор 20 рӯз қабул кунад ин доруҳоя ва барои атрофиён бехатар гардад. беморӣ ки микроб хориҷ кунанда, яъне чупча микробҳо дар муддати 20 рӯз метавонанд нобуд шаванд ва он бемор бехатар гардад. саволи дуюмаш ин буд ки, яъне ки давоми савол ин буд ки, яъне ки наздикони бемор, аҳлу оилаи бемор дар вақти бемор будани ҳамун шахс бояд кадом корҳоро анҷом диҳанд? вақте ки агар бемор микроб хориҷ кунанда бошад, мо кӯшиш мекунем ки чунин беморонро бистарӣ гардонем, яъне аз оила ҷудо нигоҳ дошта табобат кунем. ва агар ҳастанд боз омилҳое ки ба бистарикунонӣ мисол монеъ мешаванд, чунин беморонро албатта бояд эҳтиёт кард, ба о ниқоб бояд пӯшонд ва аъзоёни оила то, такрор мекунам, то қатъ шудани микробхориҷкунӣ, то давоми зиёда аз 3 ҳафта ё 20 рӯз, яъне ки атрофиён, аъзоёни оила низ бояд бо ниқоб бо бемор муомила кунанд ва баъд аз оне ки микробхориҷкунияш қатъ шуд, метавонанд ба ҳазур муносибат кунанд. خب تشکر. خب تماشاگران عزیز، باید بگویم که این برنامه مستقیما منظور شما گشته ایستاده است و توسط رقم تلفنی 989 15 60 00 شما می توانید که با ما در ارتباط باشید. اگر سوال داشته باشید، اگر درخواست یا پیشنهاد داشته باشید، به همین رقم می توانید که با ما در علاقه باشید. خب سوالی دیگر پیشنهاد می شود از دیگر شهروند، چه رقمی آخرشون 3619. آیا این بیماری توسط علاقه جنسی یا اینکه خون میگذرد عموما راه‌های انتقالیابی بیماری کدام هستند؟ امروز ما با باوری گفته میتوانیم که راه اساسی گزارش بیماری سیل این راه هوایی است. یعنی شخصی بیماری سیل شش به هوای اطراف چوبچه میکروب را خارج میکند و شخصان سالم این هوا را نفس کشیده سرایت مییابند. با واسطه علاقه جنسی این بیماری نمیگذرد، ولی در مورد زن و شوهر گفتنی هستم که اگر یکی از آنها گرفتار بیماری سیل شش باشند و میکروب خارج کننده باشد، هنگامی در یک خانه زیستن، در یک جایگاه خواب کردن، البته از نفس سرایت مییابد. از علاقه جنسی نه، از نفس شخص بیمار ممکن است یکی از همسران سرایت یابند. خب اینجا دیگر رو باید قید کرد موسی جان.
نه هر شخصی سرایت یافته به بیماری سیل گرفتار شده میتواند. تنها شخصی به بیماری سیل گرفتار شده میتواند که با یگان سبب ایمونیتeti بدنش یعنی مسئولیت بدنش پست شده باشد. یعنی ممکن گرفتاری یگان بیماری‌های مزمن باشد، من گرفتاری دیابت قند و حاضر وبای عصر مینامد ویروسی نارسایی مسئولیت آدم، اینها ایمونیتت را پست میکنند. یعنی که اینها بیماری‌های همردیفی هستند که میتواند که خطر پیدایش بیماری سیل را زیادتر کنند. خب تشکر. سوال دیگر پیشنهاد میشود از جانب فضل‌الدین ودینیف از ناحیه خوالینگ. آیا با واسطه حیوان‌ها بیماری سیل میگذرد؟ تنها یک نمودی چوبچه میکروب سیل هست، نمودی گاوی میگویند، میکوباکتریوم بوویس با ترمینی معمولش. و در ارگانیسم حیوان کلان شاخدار وجود داشته میتواند، ولی حیوان کلان شاخدار یعنی گاو گویم با واسطه سلفه اون میکروب رو خارج نمیکند. مقصد اون است که بیماری سیل تنها با راه هوا اصلا از یک شخص به شخص دیگر میگذرد و احتمال گذشتن از حیوان اینجا وجود ندارد. با واسطه هوا از حیوان نمیگذرد. یعنی که امکانی گذشتن نیست. وجود ندارد. خب سوال دیگر پیشنهاد می شود. از لباس و ظرف‌های خوراکخوری بیمار احتمال سرایت یافتن بیماری وجود دارد یا نه؟ راه اساسی گزارش این راه هوایی قطره‌ای است و با دیگر اصول ها با واسطه استفاده یک ظرف یا یک اسباب روزگار این بیماری نمیگذرد، ولی این گیگین شخصی است. باید هر یک شخص اسباب روزانه احتیاط کند. مثال دندانشوی خودش را داشته باشد، قاشق و مثال پیاله الهیده در نظر دارم که هر یک شخص باید با پیاله الهیده مثال چای نوشد یا که دندان خود را با شاتگاه الهیده خود. این برای پیشگیری همه گونه کسل ها نه تنها بیماری سیل و امکانیت سرایت یابی از اسباب روزگار نیست. احسان میدونید وقتی که مثلا در یک خانه در یک اویله یک بیمار دور و دراز طبوبت میگیرد، شاید عقیده مناسبت اطرافیان تغییر یابد. شما که بسیارتر با جامعه کار میکنید، با پدر و مادر یا که با فرزندان بیماران کار میکنید، اونها چی نگاه دارند نسبت به بیماران؟ متاسفانه حالت‌هایی هستند که به سبب ناآگاهی آدمان از یکدیگر رو میتوبند. مثلا وقتی داغ گذاری میکنن، غیبت میکنن. باید بگوییم که بیماری سیل اصلا و ابدا اولادی نیست، هیچ وقت از نسل به نسل نمیگذرد. از اون که مثلا در یک خانواده دو شخص بیمار شده است، این به اون خاطر است که آنها قاعده های بی خطری سرایت را رعایت نکردند و از یک شخص در داخل حجره در داخل خانه به شخص دیگر گذاشته است. یعنی که شخصی که میکروب خارج کننده بود، شکل فعال سیل داشت، در همون خانه زندگی میکردن، بود هوا یعنی که آلوده بود با همون میکروباکتریا و یکی از اعضای خانواده با اون بیماری گرفتار شد. یعنی این به اون معنی نیست که از یک نسل به نسل دیگر گذشت. به همین خاطر باید همین گونه عقیده های غلط برطرف کرده شود و راست وقتی که مثلا شخص رو دراز طبوبت میگیرد، مناسبت اطرافیان دیگر می شود، مناسبت اهل خانواده دیگر می شود، خصوصا اگر وقتی مثلا یک سونهور یا که کلین یک خانواده دیگر باشد، شخصی بیمار، مثلا اطرافیان مثلا داماد بسیار میتوانند که به سبب ناآگاهی نافهمی خود هرچی سخنهای ناسزا گویند، لیکن باید همین را در خاطر داشت که این البته به منفعت کار به منفعت کار هیچ وقت نیست. باید برعکس رو بلند کنن. این از یک جهت همکاری ثواب است، همکاری اجتماعی است. این وظیفه هر یکی ماست که ما شخصان بیماری سیل همه جهت، هم از جهت روانی، هم از جهت طبی، هم از جهت اجتماعی، همه جهت دستگیری نماییم. و باید بگویم که همین مناسبت چند وقت دوام میکنند. اینکه شخص بیمار میتواند که بعد از استعمال یک مدت استعمال کردن داروها علاقه خیلی خود رو بردم حس میکنند. اگر غذاهای یعنی که نیرومند خورد، یعنی که خوراک‌های سه غذا خورد و چطوری که دلیر جان گفت با یک مشغولیت یعنی که مشغول شود، خود رو بردم حس میکند و علاقه شما فرق کردن نمیتونه که او شخص بیمار است یا که سالم. تشکر.
саволи дигар пешниҳод шудааст аз ҷониби ҷамшед саидмуродов сокини шаҳри душанбе. ин кас гуфтааст ки бибиам ба синни 80 расидааст. агар ба беморхонаи сили маҳаллаи мачтон барем табобаташ пурра ройгон ҳаст ё не? табобат бо доруҳои зидди силӣ дар саросари ҷумҳурӣ ройгон аст. агар шахс гирифтори ягон бемории ҳамрадиф бошад, масалан дар синни пиронсолӣ мумкин аст ки ягон бемориҳо аз тарафи гурда, аз тарафи ҷигар бошад, барои инҳо албатта маблағ талаб карда намешаваду ҳамон доруҳое бояд инҳо бо аз ҳисоби худ харида баранд барои табобати дигар бемориҳо. а доруҳои зидди силӣ бошад комилан ройгон аст барои табобати ҳама гуна беморон новобаста аз синну сол. моҳкалон раҳматова аз ноҳияи вахш чунин savol пешниҳод кардааст ки ҷиянам баъди табобати бемории сил шунавоияш паст шуд. ба куҷо бояд муроҷиат намуд? мутаассифона мумкин ки гирифтори шакли мутобиқгаштаи сил шуда бошад ин шахс, чунки дар он ҷо муҳлати табобат хеле тӯлонӣ аст, на кам аз 2 сол аст ва муддати тӯлонӣ доруҳои тазриқӣ қабул мекунанд ки ба шунавоии инсон таъсири манфӣ расонида метавонад ва ба духтурони гӯшу гулӯ ва бинӣ муроҷиат кунанд ва табобат гиранд. خب بیننده عزیز سوالی که شما پیشنهاد کردید در برابر متخصص باز همین رو اضافه میکنیم که شکلی مطابق گشته یا اینکه استواری پیدا کردن با داروها این معنی اون رو دارد که وقتی که بیمار табобат ро канда мекунад ва пурра то охир намерасонад, метавонад ки ба шакли мутобиқ гашта мубтало шавад ва ин давраи табобат аз 6 то 8 моҳ метавонад ки то қариб 2-3 сол идома ёбад. барои ҳамин агар наздикони шумо ба ин беморӣ гирифтор бошанд, бояд ки табобат канда нашавад. албатта давраи табобат каме мушкил шуданаш мумкин, вале илоҷи дигар нест. танҳо бо доруҳои зидди силӣ метавон ки ин бемориро пурра табобат намуд. хуб, далер мирхонов, чӣ гуфтанӣ доред шумо? масалан барои шифо ёфтан бояд бемор чӣ гуна талош кунад, чӣ хел кӯшиш кунад ки мисол бигирем ҳамун ҷараёни табобат барояш андак осонтар бошад? хуб, ягона роҳи табобат ин ҳамун гуфтем ки доруҳои зидди силӣ аст ва он гӯем ки баъзан пешниҳод мешавад ки гӯё масалан кадом як гиёҳа хӯрдану аз тарафи масалан маҳаллаҳо бисёр ҳамин хел аст. масалан як намедонам одами рӯзгордида бачам ҳамин гиёҳа хӯр ин фоида дорад, ин ҳамаш вай аст. ино шояд масалан дар ин ҳолат баъзан доруҳои барои асаби одам масалан ёрдам кардан мумкин, аммо ягона роҳи табобат ин доруҳои зидди силӣ аст, дигар ягон роҳ надорад. ва дар муддати табобат инсон бояд ки дору ҳамун давои худро дар вақту соаташ хӯрад. агар каме фориғболӣ кард, он шакли агар мутобиқ гашта ки шуд, худатон гуфтед, ин дуруст аст ки як каме тӯлонӣ мешавад муҳлати табобат ва ин мушкили ба худи инсон аст. барои ҳамин ман хоҳиш мекардам ки ҳарчи зудтар, ҳарчи тезтар сари вақт дору яъне хӯрда шавад ва ба коре машғул шуд. ва агар масалан кӯшиш кунанд ки як чизе эҷод кунанд, яъне ба ҳамун гир бошанд, дар бораи беморӣ бисёр фикр накунанд, ин беҳтар аст. масалан ман худи ман кӯшиш кардам бештар китоб хонам ва ин як фоидаи калон ба ман шуд. ҳам шифо ёфтам, ҳам гӯем ки як ҷаҳон ғизои маънавӣ гирифтам ва дар кори менбаъдаи худам масалан як пешравӣ шуд. барои ҳамин тавсия ҳамин аст ки яъне барои худ кӯшиш кунед, барои саломатии худ ва барои атрофиён. бале, ин гуфтаҳои шуморо ман ҳамин хел фаҳмидам ки масалан вақте ки ба ягон шуғл машғул мешаванд, махсусан ба китобхонӣ, ин боиси он мегардад ки одам бисёр фикр намекунад, масъулияти баданаш паст намешавад ва вақте ки масъулияти бадан паст нашуд, ин имконияти шифоёбӣ зиёдтар мешавад. хуб, саволи дигар ба ҳамон чизе ки шумо ишора кардед вобаста ба тибби халқӣ ба ҳамин алоқамандӣ дорад. оё бемории силро метавон бо истифода аз тибби халқӣ махсусан тавассути истеъмоли гӯшти ҳайвонҳо табобат кард? чун имрӯз дар байни баъзе аз афрод ҳамин гуна ақида ҳаст ки бемориро метавон ки ба ҳамин восита табобат кард. шумо мутахассиси ҳамин соҳасе чӣ назар доред? бале, дар байни халқ маъмул аст ки бисёр беморон аз гӯшти саг истифода мебаранд.
یعنی که شنیدگی هستند که همین شاید منفعت بخش باشد. ولی ما امروز چقدر که دلیل جانم قید کردن اون چوبچه میکروب سیل رو تنها داروهای ضد سیلی که اونها شیمیایی هستند، داروهای شیمیایی هستند، نابود کرده میتوانند. یگان خیل گوشت و یگان خیل دیگر واسطه های طب خلقی میکروب رو نابود کرده نمیتواند. گوشت حیوانات کم غذای سرغذا، یعنی خوراک سرغذا به حساب می رود، میتواند تا یک درجه ایمونیتت شخص رو بلند گرداند. چوبچه میکروب رو نابود کرده نمیتواند. یعنی یگان واسطه طب خلقی بیماری سیل رو شفا نمیبخشد. شاید این رو کمک نادرست مردم درک کردن به خاطر اینکه گیاه درمانی و دیگر اصول های طبی مردمی میتواند که باعث بلند شدن بنیه انسان شود. و اچخیلی که ما اندک پیشتر هم گفتیم وقتی که بنیه انسان بلند می شود اون میتواند که مبارزه رو با این بیماری زیادتر برد. ولی در مورد تبابت بیماری تنها داروهای ضد سیلی میتواند که باید یک چیزی دیگر رو قید کنیم که بعضا حالت‌های می شود که همین گونه طبیبان خلقی به نام طبیبان خلقی وضعیت بیمار رو بسیار متشنج میکنند. یعنی که بیمار مراجعت نمیکنه، در خانه میشیند، چند کسی دیگر رو سرایت کردنش امکان دارد و هم افزای خودش یعنی که وزنی شدن میگیرد. او گوشت سگ میخورد، گوشت روغنی جیره میخورد، روغنی خیس. اینها طور معلمه گفتن همچون غذا هستند، یعنی که غذا نوکی بلند دارند اما چوبچه میکروب رو نابود نمیکنند. در مورد تاثیرات نامطلوب باید یک چیز رو اضافه کنم که طوری گفتن تاثیرات نامطلوب داروها میشه. یکی از اون که مثلا شنوایی پس شده است، باید وقتی در حال احساس همین تاثیرات نامطلوب با همین طبیبی که طبابت میکند با اون مشورت کرده شود و داروهای علاوه‌ای از جانب طبیب معین کرده می شود که باید شخص برای برطرف کنه تا یک اندازه برطرف یا کاهش دادن تاثیرات نامطلوب اون داروها را استعمال کند. بس هم شهروندان می رسونم که داروهای برای تاثیرات نامطلوب از جانب طبیب توصیه شونده اونها رو یعنی که شخص از حساب مبلغ خودش می خرد، اونها رایگان نیستند. برای هر کس انفرادی است. مثلا در یک کس تاثیرات نامطلوب مثلا قی کردن است، در یک کس چرخ زنی است، یک کس مثلا دردی سر است. برای همین انفرادی است، برای هر یک شخص از جانب طبیب طبابت کننده تعیین کرده می شود و این از حساب مبلغ خود شخص. به همین خاطر بعضا شهروندان دیگر خیلی میفهمن میگن که در همه جا اعلام می شود که طبابت سیل رایگان است، اما وقتی می روی یعنی که داروهای اینجا گپ درباره همون دسترسی داروهای ضد سیلی در جمهوری تاجیکستان رایگان است و در برابر این تشخیص گذاری بیماران نیست کاملا رایگان میباشد در بیمارخانه ها. تماشابینان عزیز، باید بگوییم که برنامه حکمتی شفا مستقیما منظور شما گشته ایستاده است و اگر سوال دارید وابسته به بیماری سیل میتوانید که توسط تلفن 989 15 60 00 با ما در تماس باشید. خب شما علاوه کردن میخواستید؟ درباره گیاه درمانی میخواستم علاوه کنم. ما امروز گیاه درمانی رو انکار نمیکنیم. بله. در برابر داروهای ضد سیلی میتوانند بیماران از گیاه ها از یعنی آب گیاه ها استفاده برند. این یک منفعت میرسوند نسبتی برطرف نمودن تاثیرات نامطلوب داروها. تشکر. سوال دیگر پیشنهاد میشود از جانب نفر دیگر که چهار رقمی آخری تلفنشون 2701 است. یک نفر شخصی نزدیک ما چند وقت شد بیماری سیلی استخوان دارد. خب طبیبان گفتند که او گرفتاری سیلی با داروها استوار شده است. بیمار بستری بوده، راهگردی برایش مشکل است. مدت 1.5 سال طبابت بعضا وقت از درد دیگر عضوهای بدن مثلا از جگر و گردن نیز شکایت میکند. مصلحت شما؟ یعنی در دوره طبابت دیگر عضوهای بیمار شاید از مدتی درازی بستری شدن باشد که گرده و جگر و دیگر عضوها نیز او را ناراحت میکنه. در این مورد چی باید کرد؟ هم نسبت درست قید کردید نسبت دراز خوابیدن و هم از تاثیر داروها شاید باشد به گرده و به جگر تاثیر رسانده میتونند
ولی چه علاج؟ سیل استخوان است، طبابتش مشکل است و باید بیمار به حرکت خوب رود تا که همون استخوانی که خورده شده است و یک دیگر چسبد، مثال سبز شود و چسبد. وقتی که بیمار حرکت میکند استخوان ها سایش مییابند و شفایابی اون مشکل میگردد. وقتی که این کس شفا یافت، شاید همون دردهایی که با دیگر عضوها باشن موقتی باشن میگذرن. البته شاید موقتی باشن و در دکتران همون متخصصان همون ساحه ها مراجعت کنند و طبابت همون را باید گیرن. خب تشکر. سوال دیگر پیشنهاد می شود از جانب نفر دیگر. چه رقمی آخری تلفنشون 9417. خب گفته است که گرچند دکتر نیستم ولی فکر میکنم که این بیماری شاید اولادی باشد، زیرا چند عائله را میدونم که از یک خانه چند نفر با بیماری سیل گرفتار شدند. هرگز این بیماری اولادی نیست، از نسل به نسل نمیگذرد. خب سوال دیگر پیشنهاد می شود از جانب شهروندی دیگر. رقمهایشون 6315 چه رقمی آخرشون. خب آیا بیماران سیل از جانب دولت امتیاز دارند؟ البته در قانون جمهوری تاجیکستان آیین حمایه اهالی از بیماری سیل که از طرف حکومت جمهوری تصدیق شده است، در آنجا امتیازهای بیماران درج گردیده است. یعنی اگر شخص بیماری سیل تصدیق شد، اگر کارمند باشد، از روز اول بیماری تا مدت 10 ماه حقوق دارد که ورقه کارنشایه میگیرد و جای کارش نگاه داشته شود. اگر در مدت 10 ماه شفا یافت، با کارش آغاز میکند. ولی اگر حالی هم لازم باشد که کار نکند، یعنی فعالیتش رو پیش نبرد، با او بعد گروه معیوبی مقرر کرده می شود. و با بیمارانی که کار نمیکنند، یعنی خانشین هستند یا بیکار هستند، از روز اولی تصدیق شدن بیماری با آنها گروه معیوبی معین کرده می شود، یعنی نفقه میگیرند تا که در دوام طبابت با آنها یگان مبلغ علاوه‌ای لازم شود از همون حساب صرف کنند. یعنی تا شفایابی با آنها گروه معیوبی تعیین کرده می شود. تشکر. سوال دیگر پیشنهاد می شود. چه رقمی آخری تلفنشون 9686. اگر کارمند یک مؤسسه دولتی با بیماری سیل گرفتار شده باشد، پس از چند مدت می تواند که به جای کارش برگردد؟ چون شما شخص شفا یافته هستید و امروز نیز در مؤسسه کار میکنید، در مؤسسه دولتی، وابسته به این چی گفتنی هستید؟ خب در دورانی که من بیمار بودم، جای کارم نگاه داشته شد. بعد از گویم که طبابت آمده با آزادانه کار آغاز کردم. یعنی ورقه کارنشایه می داشتید؟ داشتم، بله داشتم. یعنی که شخصی که امروز با این بیماری گرفتار است، او حقوق دوباره برگشته به جای کارش رو دارد و میتواند که فعالیتش رو به یگان مشکلی ادامه دهد و او میتواند که یک شخصی سالم چون پیشتر به حیات باشد. بعد پوره به انجام رساندن مهلت طبابت. خب سوال دیگر. رقم های آخری تلفنشون 9494. اگر زنی حامله با این بیماری گرفتار باشد، آیا میتواند کودکی سالم تولد کند؟ قسم دیگری سوال این است که اگر زن بیمار باشد و تولد کند، میتواند که طفلش رو مکند؟ البته زن حامله اگر به بیماری سیل گرفتار شده باشد، میتواند پوره طبابت خود را گیرد. تنها در این وقت ما با اون زن داروهای تزریقی تعیین نمیکنیم، زیرا داروهای اوکول میگیم، ما سوزن داروگی با سوزن دارو با عضو شنوایی طفل ضرر رسانده میتواند. اما دیگر باقی مانده داروها رو میتواند قبول کند و طفلی سالم به دنیا آورد. چخیلی که ما گفتیم راه گذریش دیگر است، راه گذریش هوایی است، هیچ وقت از مادر به طفل نمیگذرد. و در مورد مکاندن نیست، اگر زن بیمار باشد و میکروب خارج کننده باشد، او میتواند با نقاب کودکش رو مکاند، لیکن کودک تا یک مدت از مادر جدا نگاه داشته میشود تا مدتی که میکروب خارج کنیش قطع میشود و بعد اون میتواند با کودک خود نگاه بین کند یک جای باشد. خب احسان، سوالی نوبتی شما که بسیارتر با اهالی کار میکنید با شما داخل دارد. یک نفر گفته است که در دهه ما حالتی را مشاهده نمودیم که پیش از عائله دار شدن دو جوان معلوم شد که عروس شونده مبتلای بیماری سیل شده است. این خبر را اهل عائله داماد فهمیده با عائله دار شدن آنها اجازت ندادند. یعنی که امروز هست مشاهده ها نیز نشان میدهد که اگر مبادا چند سال قبل در یک عائله یک نفر با این بیماری گرفتار شده باشد،
دیگران نمیخوان که از اون اویلا یا اینکه کلین کنن یا اینکه دختر تیان. البته این در همه نیست ولی در میان برخی از آدمان دیده می شود. شما این را چگونه قبول دارید؟ بله متاسفانه هنوز همچنان چه گفتیم عقیده های غلط یا که همون میف های در بین مردم موجودن که از خانواده که در آن کسی یک زمان شخص بیماری سیل شده است مثلا عروس نآوردن در کار یا که داماد خوش نکردن در کار، این کاملا غلط است. او وقتی که شفا یافته باشد پورا شفا یافته است. انا مثال زندهش دلیر جان ما است که 10 سال پیش شفا یافته است، اینا دیگر به فعالیتش مشغول است. به همین خاطر هرگز باید حذر نکنند، باید رو نگردانند، خوشبختانه زندگی کنند. خدا خواهد مثلا فرزندان سالم به دنیا می آورند، زندگیشان رو براه می شود. تشکر. سوال دیگر، نفر دیگر میپرسد که بیماری که طبابت رو پورا گرفته است آیا میتواند به کارهای جسمانی مشغول شود؟ غیر از این شخص شفا یافته میتواند که دوباره به بیماری سیل گرفتار شود؟ البته شخصی که مهلت توبت رو به انجام رسانده است و شفا یافته است شرط است که به کارهای جسمانی مشغول شود. یعنی او باید با کارهای جسمانی مشغول شود تا اینکه ایمونیتش به قوت شود، مسئولیتش به قوت شود. گرچند وی شفا یافته است به هر حال 2 سال دیگر در نظارت ما می ایستد. در دوام 2 سال ما رو نظارت میکنیم و اگر که بیماری اوج نگرفت بعد از قید ما ساقط کرده می شود. یعنی امروز کارهای جسمانی برای بلند گرداندن ایمونیته یعنی برای آبوتاب بدن ضرور است. در همان حالت احتمال هست که دوباره با بیماری سیل در تماس میشوند و سرایت دوباره مییابند، میتوانند دوباره کسل شوند. خب یک نفر دیگر که چه رقم آخرشون 2366 است، مضمون سوالش این است که مثلا در عائله ما اگر بیمار باشد چی ضرورت است که دیگران رو از معاینه گذرانیم؟ چرا که ما قید کردیم این بیماری با راه هوا میگذرد. وقتی که بیمار در اون عائله استقامت میکرد شاید که اطرافیان آن سرایت یافته بودند با مقصد سری وقت دریافت نمودن بیماری در بعضی در بین اعضایان عائله سری وقت آنها از عکس رنگینی گذرانده میشوند و باید قید کنم که اطرافیان بیمار نیست در حالت تصدیق شدن بیماری سیل در یکی از اعضایان عائله رایگان از عکس رنگینی گذرانده میشوند. خب یعنی که اون نفران شخصانی هستند که به با بیمار در تماس هستند و احتمالیت سرایت‌یابی با آنها وجود دارد. از این خاطر به خاطر پیشگیری نمودن بیماری پیشگیری نمودن و یا که سری وقت دریافت نمودن از معاینه ها میگذارند. تشکر. سوال دیگر، رقم هایشون 8476 راههای پیشگیری از سیل کدام هایند؟ چی باید کرد که از این بیماری دوری جوییم؟ یکی از راه اساسی پیشگیری بیماری سیل این یعنی دریافت سری وقتی بیماران و سری وقت به توبت فرا گرفتن آنها می باشد. هر قدر که ما زنجیری انتقال بیماری را تستر قطع گردانیم سرایت‌یابی اطرافیان کم می گردد، بیمارشوی کم می شود. و باید قید کنم که یگانه اصول مخصوص پیشگیری بیماری سیل MBCG میگویند، یعنی ایمونیزاسیا MBCG در 3 روزگی تولد کودک گذرانده می شود و این هم ما پورا گفته نمیتونیم که طفل را از بیمارشوی به سیل ایمن نگاه می دارد. اگر در شرایط رفتن که مثال با میکروب خارج کننده در تماس باشن آنها هم میتونن به بیماری گرفتار شن، ولی به شکل‌های سبک بیماری گرفتار میشن که طبابتش آسان است. ورنه در کودکان بیشتر نمودهای وزنی بیماری سیل و میخورد، یعنی سیل پرده های مغزی سر و سیل پشتخورده تمام بدن که طبابتش به نهایت مشکل است. برای پیشگیری آن همین گونه نمودها MBCG گذرانده میشود. تشکر برای پاسخ. فردوس پالایف از ناحیه کوشانیان چون سوال پیشنهاد کرده است که در وقت بیماری سیل فشار بلندی دیده می شود؟ اگر نفری که بیماری سیل این بیماری هم ردیف است. فشار بلندی به سیل علاقمندی ندارد. شخص می تواند هم بیماری سیل شود و در یک وقت هم بیماری فشار بلندی داشته باشد. شاید سوال اینو خیلی باشد که من همین گونه فهمیدم که یکی از نشانه های بیماری سیل فشار بلندی شاید همین گونه
خب هم ردیف گفته این چند بیماری هست که شما یعنی در اول گفتید ویروس نوراسای مسئولیتی بودن فشار بلندی و شاید بیماری دیابت قند باشد که اینها میتونن که باعث پس شدن مسئولیت بدن گردد و اوج گرفتن بیماری بیماری سیل شده میتونه و در یک وقت میتونن با بیماری سیل یک جای پیدا شوند.